خب این دفعه میخوایم در مورد آدم‌های سیگمایی و سمی روزگار صحبت کنیم. آدم‌های سیگمایی اغلبا تو سال 2022 یا همون 2023 خودمون توی اینترنت خیلی ترند شدن، خیلی پربازدید شد ویدیوهاشون. میخوایم این دفعه صحبت کنیم و چه نوع شخصیت‌هایی دارن و به چند دسته هستن. اولین دسته آدم‌های سیگمایی بودن که ادیت‌های سیگمایی میزنن، مثل محمد اتم که میومد بقیه رو مسخره میکرد، مثل دختر تو مینی چت بودن مسخرهشون میکرد، یه ادیت سیگمایی میزد و این باعث شد این ترند بشه و خیلی دیگه آدم ها هم این کار تکرار میکردن و خیلی هم پربازدید بود. فکر کنم 10,000 تا 20,000 تا هر بازدیدی هم میخورد، تازه کمترین بازدیدشون. بریم برای دسته دوم آدم های سیگمایی. اصلا آقا سیگما چیست؟ سیگما چیه؟ او دختر رو خراب بکنی سیگما بشی. داشت نه نگاه کن، وقتی تو مثلا بعضی از آدم های سیگمایی هم برای جامعه مضر نیستن، مثلا تا یه حدی میتونن مثلا خودشون نگه دارن، قسلیس هم نباشن. به این نوع آدم ها میگن سیگما، نه اون آدمی که دختر رو خراب میکنه، روی دختر رو خراب میکنه. به این تو آدم هستی؟ نه او آدمی هست سیگما که دختر رو خراب کنه، خورمادر دختر رو بگاد. نداشت، اونی که سیگما هست که خودش رو نگه داره و قسلیس نباشه. حالا این سیگما هست چه کسی رونق گرفت و خیلی سیگما پر شد و دیدید از یه نفر به نام پاتریک بیتمن که یه شخص روانی بود. من فیلمشو دیدم ولی نفهمیدم خدا وکیلی چی بود، من اصلا این چیزو نفهمیدم، فقط میکش من میدیدم ولی هیچی از اون فیلم نفهمیدم. داشت لطفا یکی بهم توضیح بده چی بود اصلا. تو کامنت ها اگه میدونین بهم بگید.